میگه معذرت خواهی نمیکنم، ولی من معذرت خواهی. شما دیگه حرف نزن. شما نوبت گرفتی؟ اجازه بده. چیه؟ من تو رو میپیچونم گو افکار چیه؟ خودکشی؟ من یک ساعته نمیگم آقا ما برنج تو جامعه جمع کردیم که دیگه احتیاج به قرص برنج نباشه. یک الف بچه آمده حرف مفت میزنه. گوزو. من میتونستم اون پشت شکلات داغمو بخورم، شیرینیمو بخورم، لازانیامو بخورم. وقت گذاشتم اومدم بین شما. از موضوعتون که لازم ما که اتفاق خاصی نیفتاده بود، اما چون وزیر فرمودن یه جوری صندلش کنه، دلشون در بیارو، خلاصه چیزشون یه جوری خلاصه راضیشون کن. منم عذرخواهی نمیکنم ها، نه چون اتفاق خاصی نیفتاده بود، چیزی نگفتم. ایشون یک خبرنگار یک سوالی رو مطرح کرد، ایشون لایک کشید اومد جلو، یک سوال دیگه مطرح کرد، خودش هم بعد از جلسه بهش متوجهش کردیم که اشتباه کرده، ولی خب بازم گفتیم دیگه برای افکار عمومی بیام بگیم معذرت خواهی نمیکنم، ولی من معذرت خواهی نمیکنم. معذرت خواهی نمیکنم.